خدمت بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود عرض بکنم که حتما هم مستحضر هستید که رابطه‌های لیگ جهانی والیبال در حال برگزاری از 8 تیم برتر دنیا در گروه‌های 1 و 2 که دسته اول است و تیم‌های رده پایین‌تر دارن در دسته دوم این لیگ حضور دارن. تیم ما در دسته اول در میان بزرگان والیبال دنیا حضور داره با برزیل و ایتالیا و خدمت شما که لهستان هم که بازی خواهد کرد و 2 تا بازی با ایتالیا کرد. در ایتالیا در 2 تا نتیجه مشابه 3-0 مغلوب شد. به همین منظور و به خاطر اطلاع بیشتر از تیم ملی والیبال ایران میریم به هلند خدمت آقای فرزاد فرهادیان که ارتباط تلفنی باهاشون داریم. آقای فرهادیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بفرمایید که تیم ملی ما در 2 تا بازی در ایتالیا 3-0 مغلوب لاجوردی پوشان سرزمین چکمه شد. چرا این اتفاق افتاد و تیم ملی ما دست خالی از ایتالیا به برزیل رفت؟ با عرض سلام خسته باشید خدمت شما آقای خسروجدی. از حضورتون که به هم میدونیم که تیم ایران اولین مسابقهش بود که در واقع ایتالیا بازی کرد و ایتالیا هم به هر حال نسبت به سال گذشته تیم قدرتمندی داره. البته خب تیم ایران هم یه سری تغییرات درش وجود اومده. آقای ولاسکو رفتن و میدونیم که آقای کوچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران هستن. حمزه زرینی که آسیب دیده بود و فراد ظریف هم که فکر کنم اونم به علت آسیب دیدگی نتونست تیم ملی ایران رو همراهی بکنه. به هر حال دلایل زیادی بود و اتفاقا چند روز پیش در فیسبوک و دنیای مجازی من خیلی کنجکاو بودم راجع به نظرات به هر حال والیبال دوستا و کارشناسان این رشته. از حالا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم بگیم که تیم ایران نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبتری نداره. به هر حال اولین مسابقه است با یه مربی کاملا جدید که به هر حال ایشون باید یه مقدار شناخت بیشتری راجع به تیم پیدا کنه. به هر حال مشکلات زیادی بود ولی امیدوارم که در بازی‌های دیگه بتونن این مشکلات رو به هر حال یه راه حلی واسش پیدا بکنن بتونن به موفقیت برسن. آقای فرهادیان، آقای اسلوادان کوچ سربستانی که در ایتالیا هم بالاخره طرفدارای زیادی داره بعد از 2 تا بازی اعلام کردش که ناراضی از بی‌نظمی که در بازیکنان از بیشتر باخت و گردن بی‌نظمی انداخت، یعنی نظم تیمی رو حلقه مفقوده در تیم اشاره کرد و از نظر انفرادی میگفت چیزی کماکت از ایتالیا نداشتن. شما فکر میکنید که این دیر اضافه شدن سرمربی این اتفاق افتاده یا اینکه اصلا آقای کوچ اصرار بر این داره که نظم تیمی رو تیم رعایت بکنه تا بتونه نتایج خوب کسب بکنه؟ البته آقای خسروجدی حرف و حدیث‌های زیادی است در مورد رفتن آقای ولاسکو و اومدن آقای کوچ، ولی من به شخصه معتقدم که در این مرحله که به هر حال تیم ایران بازی حساسی در پیش رو داره ما باید به هر حال مسائل منفی از این تیم دور بکنیم. یعنی به هر حال پشت پرده یه سری مسائل هست، یه سری بحث‌ها هست که رفتن آقای ولاسکو و ملغا شدنش به تیم آرژانتین به همین سادگی نبود. یعنی حتی قرار گرفتن تیم ایران در گروه سختی که الان داره بازی میکنه یعنی ایتالیا، لهستان، برزیل، به هر حال اینم حرف و حدیثایی است. احتمال هم داره چون به هر حال آقای کوچ از نظر تجربه مربیگری خب میدونیم یه مربی تازه کار حدود 7-8 سال البته نسبت با ولاسکو در حد تیم ملی ایران هست آقای فرهادیان؟ دارم میگم در حد تیم ملی ایران هست آقای کوچ؟ البته میگم آقای خسروجدی خیلی زوده که آدم بتونه در این مورد نظر بده. به هر حال هر مربی رو کارنامه‌ای که داره میشه راجبش قضاوت کرد، ولی از نظر مدیریتی که آقای ولاسکو داشتن به هر حال فکر کنم آقای کوچ به پای مدیریت و شخصیت مربیگری ولاسکو نرسن، ولی به نظر من احتیاج به زمان داره. یعنی این تیم 2 تا بازی اولشو باخت الان در برزیل. سال قبل هم میدونیم که تیم ایران در برابر روسیه اولین بازیشو باخت، ولی خب اینم در نظر بگیریم که تیم ایران تغییرات زیادی داره، چند تا بازیکن جدید رو به این تیم اضافه کردن و به نظر من میتونه در آینده حرفای زیادی واسه گفتن داشته باشه به شرط اینکه تمام به حال پیشکسوت‌ها و مردم از این تیم حمایت کنن. درسته یه سری مشکلات هست
ولی به هر حال این تیم نماینده مردم ایرانه، نماینده سرزمین ایرانه. با تمام مشکلات و کمبودایی که هست ما باید به این تیم و مربیش وقت بدیم که ببینیم در بازی آینده چیکار میتونن بکنم. و امیدوارم که نتایج خوبی کسب کنن که به حال والیبال دوستا و ورزشکارا، کسایی که دنباله رو والیبال ایران هستن، چه از مربی گرفته چه از بازیکن چه مردم، به حال خوشحال بشن. آقای فرهادیان، خیلی انتقاد میکنن به فدراسیون والیبال و اعلام میکنن که قرارداد ترکمنچای با آقای ولاسکو بسته بود که دستشون رو باز گذاشت و هر کاری دلش خواست کرد. و یه نکته اشاره میکنن که ما خیلی تجربه خوب مربیان صربستانی مثل ایوان گایچ و کسای دیگه بودن که خیلی هم نتایج درخشان با تیم‌های ملی کسب کردن اما در ایران موفق نبودن. چقدر موافق این انتقادی هستی که منتقدان به فدراسیون میگن؟ دوست خود شما آقای ناینی اعلام کرده بود که این اتفاقاتی که الان میفته به خاطر بلایی که ولاسکو سر تیم آورده. البته من این مسائل رو شنیدم آقای خسروجردی، ولی خب به هر حال میدونین هر انتقادی که وجود داره به هر حال باید با مدرک و سند باشه. من دقیقا نمیدونم که راستی منم میگم حرف حدیثایی که شنیدم، ولی خب آقای ولاسکو هم ایشون یه مربی کارکشته بودن و در دنیای حرفه‌ای به هر حال از این اتفاقات امکان داره بیفته، چون آقای ولاسکو رفتنشون خیلی ساده بود. به هر حال میدونین هر مربی که بخواد بره در بابت اون به خاطر اون قراردادی که داره به هر حال یه سری امتیازات باید به فدراسیون اون کشور بده. ولی خب آقای ولاسکو حالا نمیدونم با چه دلیل و برهانی پیش اومدن که خیلی راحت رضایتنامه‌شون رو گرفتن و رفتن سرمربی تیم آرژانتین شدن، تیمی که به هر حال نسبت به ایران در گروه ساده قرار گرفته. یعنی شانس آرژانتین واسه بالا اومدن از گروه خودش بیشتره. میگم منم حرف حدیثای زیادی رو شنیدم، ولی در این مقطع زمانی به نظر من درست نیست که به شایعات و به مسائلی که پیش اومده دامن بدیم، چون به هر حال نتایج اثرات منفیش مستقیم رو تیم ملی والیبال ایران تاثیر خواهد گذاشت و به نظر من فعلا زوده. به هر حال ما میتونیم بعد از مسابقات اگه کسی مدرک و سندی داره میتونه با مدارک به هر حال به سازمان ورزش مراجعه بکنه. به هر حال سازمان ورزش میتونه پیگیر این قضیه باشه. نکته پایانی تجربه تلخی که میگم با مربیان صربستانی داشتن، خب گایچو زمانی گفتن قهرمان شد با صربستان یا مربیای دیگه، خب آقای کوباش در اون حد نیست. این تجربه تلخ شما موافق هستی که ما هر زمان که مربیان صربستانی بر سر کار بودن نتونستن نتایج خوبی کسب کنیم؟ بله خصوصی من موافقم. به هر حال در مقایسه با مربیای ایتالیایی یا مربیای تیمای دیگه به هر حال اینا سابقه زیاد خوبی نداشتن، چون بغیر از مسئله آقای ولاسکو که حرف حدیثای زیادی بود در رابطه با مربیای قبلی هم که از صربستان اومده بودن، باز هم یه سری حرف حدیثا بود. یکی از پیشکسوتای والیبال یه سری مدارک ارائه کرده بود که به هر حال مربیایی که از کشورهای اروپای شرقی میان بیشتر دنبال مسائل مادی هستن تا به هر حال کسب نتایج خوبی واسه اون تیم. البته میگم اینا رو من به شخصی میگم نمیتونم تایید بکنم. کسایی که این صحبت ها رو کردن به هر حال حتما مدارک یا اسنادی دارن در این رابطه، ولی من به شخصه دوست دارم که تیم ملی والیبال کشورمون بدون حاشیه بتونه مسابقاتشو انجام بده و به موفقیت برسه. بسیار ممنونم آقای فرهادیان به خاطر حضور در برنامه. حالا ما نتونستیم از طریق اسکایپ باشیم، اما همین که تونستیم والیبال رو تو این برنامه داشته باشیم از شما سپاسگزارم. صحبت نمونده با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. موفق باشید.